با نام یاد خدای بزرگ، مهربانانم سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این فصل میخوایم بریم سراغ یه سری مباحث خیلی مهم در مورد محصولات سایت فروشگاهی با شما دوستان عزیزم صحبت بکنیم. توی این ویدیو میخوایم در رابطه با فلسفه محصولات توی سایت فروشگاهی با شما صحبت کنیم. اصلا من میخوام یه مقدار صحبت بکنم اینکه شما متوجه بشید اصلا محصول چیه. توی سایتتون وقتی یه محصول میذارید چه نکاتی داره، چه چیزایی رو باید مد نظر داشته باشید. برای همین میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. پس لطفاً توی این ویدیو، این چند تا ویدیویی که الان قراره با هم ضبط بکنیم، نقشه ای راه رو در نظر داشته باشید. قراره که در مورد بحث محصول با هم دیگه صحبت بکنیم. بریم سراغ اسلایدهای بعدیمون. دوستان مهربانم، اینجا که میبینید یک صفحه محصول رو من برای شما آوردم، یک صفحه محصول کامل رو براتون اینجا قرار دادم که شما میتونید ببینید و میخوام که در موردش صحبت کنیم. خب قسمت بالا که هدر سایتمونه، تو همه سایت تکرار میشه، کاری باش نداریم. پایین تر میایم میبینیم که یه عکس محصول رو داریم سمت راست که شما میتونید هم عکس و هم گالری داشته باشید برای محصولاتتان دوستان. مثلا مثل دیجیکالا این پایین عکسای دیگه تلویزیون هم بیاد که خود ووکامرس این امکانو داره. بالا عنوان رو میاریم. عنوان معمولا تگ H1 یا تگ H1 در واقع تو SEO بهش میگن، اینجا قرار میگیره. بعد دیگه قیمت رو داریم، یا اگر قیمت حالت تخفیفدار و فروش ویژه باشه اینجا خط میخوره، قیمت معمولی و قیمت کنارش میاد اون قیمت اصلی. اینجا هم دکمه افزودن به سبد خرید. یه توضیحات کوچیک داریم، یه توضیحات کوتاه در مورد محصول داریم و بعد دکمه های اشتراک گذاری که اگه کاربر خواست مثلا تو واتساپ یا تلگرام برای دوستش بفرسته. دسته‌بندی ها رو داریم. پایین توضیحات تکمیلی ویژگی هاست. مثلا دیدین وقتی میخواین گوشی بخرید تو دیجیکالا میرید نوشته مثلا دوربینش فلانه، اینجوریه اونجوریه، اینجا تو توضیحات تکمیلی میاره و قسمت نظرات که در نهایت دیدگاه های سایت رو میاره. حالا نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم دوستان، محصول توی وردپرس و توی سایت شما یه نوع پست تایپه. یک نوع پست تایپه. پست تایپ رو هر جا به گوشتون در واقع خورد بدونید برگه ها یه نوع پست تایپن، محصولات یه نوع پست تایپن، نوشته ها یه نوع پست تایپن و نمونه کارها یه نوع پست تایپن. هر کدوم اینا یه نوع پست تایپه. حالا محصول شما توی سایتی که داریم میسازیم میتونه کالای فیزیکی باشه که با پست باید بفرستید بره، یا اینکه کالای دیجیتالی یا فایلی باشه که در واقع بعد از اینکه خریدش رو کاربر انجام داد میتونه بیاد و دانلودش کنه. مثلا فرض کنید یه دونه فایل اکسل مثلا محاسبه حقوق و دستمزد رو شما از این طریق میتونید بفروشید و کاربر بعد از خرید فایلش رو دانلود کنه. پس توی سایتی که ما داریم میسازیم با ووکامرس این امکان میسره. نکته بعد این که محصول باید میتونه ویژگی‌های متغیر هم داشته باشه. مثلا شما میخوایی یک نوع از پارچه رو بفروشین، بعد این دفعه کاربر به اندازه متراژی که میخواد بخره مثلا مینویسه 3 متر، یعنی انتخاب میکنه 3 متر، خب قیمتش کالا به صورت خودکار تغییر میکنه. یا مثلا میخواید که یک فرض بکنید تابلو بفروشید، تابلو شما طول و عرضای مختلفی داره و خب طول عرضای مختلف هم هزینه بهای تمام شده بیشتری داشته دیگه و عملا قیمت اون تابلو فرق میکنه. پس شما میتونید ویژگی‌های متغیری هم در نظر بگیرید که کاربر با انتخاب اونها بتونه ویژگی‌های دیگه‌ای هم انتخاب کنه و هزینه‌اش رو جدا پرداخت کنه، یعنی بیشتر پرداخت کنه و محصول دیگه‌ای رو بگیره. پس ویژگی متغیر هم تو محصولات میتونیم ایجاد بکنیم و در نهایت میخوام بهتون بگم لذت بخش ترین کار توی سایت فروشگاهی انتشار یه محصول کامله. یعنی زمانی که شما یه عکس خوب برای محصولتون گذاشتین، گالری گذاشتین، توضیحات گذاشتین، قیمت گذاشتین و اون محصول آماده فروشه، این لذت بخش ترین
زمانیه که توی فروشگاه میتونه وجود داشته باشه و امیدوارم که به زودی این کار لذت بخش رو انشالله تجربه کنید و حتما انشالله یه فروش خوب هم انجام بدید که انشالله کلن از کاری که دارین انجام میدید راضی بشید. نکته‌ای که میخوام بگم دوستان در مورد عکس برداری از محصول، تو ویدیو بعدی بهتون میگم چجوری عکس برداری کنید از محصولاتتون. ببینید دیگه تو این دوره همه چیزو داریم میگیم. شما دوره فروشگاهی که در واقع در مورد عکس برداری از محصول حرف بزنه رو دیگه فکر نمی‌کنم جایی تو دنیا پیدا کنید. میخوام بهتون بگم عکس برداری از محصول به دو صورت انجام میشه و همه چیز بستگی داره به قدرت کار شما. اگه شما یه مدیر عامل یک واحد تولیدی بزرگ هستید، باید بگم که هرگز در واقع نیاز نیست که خودتون بردارین و عکس برداری کنید. بدید براتون عکاسی صنعتی بکنن، بدید عکاسی ها براتون عکسای خوب بگیرن و بهتون بدن. ولی اگر به هر دلیلی میخوای خودتون عکس بگیرید، راه حلش هست. عکسای خیلی خوبی هم از توش بیرون میاد و به راحتی میتونید با این کار خودتون از محصولاتتون عکس برداری کنید که بهتون میگم. این عکسی هم که سمت چپ شما میبینید به این میگن لایت باکس، یا اسمش توی فارسی تو سایت های ایرانی اگه یادم بیاد جعبه عکاسی شاید باشه. فکر میکنم یا چادر عکاسی یا لایت باکس، که ما هم در آینده تو سایت حجره‌ای که داریم براتون طراحی میکنیم، همین سایت فروشگاهی، همین لایت باکس رو میاریم براتون و انشالله اونجا برای فروش قرار میدیم که بتونید تهیه بکنید. فعلا ولی حالا اگر لازم داشتید میتونید سرچ کنید چادر عکاسی، ولی نیاز نیست دوستان، خیلی نیاز نیست الان، چون که حالا اگه خواسته خیلی نورانی و حرفه‌ای باشه و اینا میتونید لایت باکس بگیرید، خوبم هستن. ولی میخوام بگم اگر که الان میخواید شروع کنید با روشی که تو ویدیو بعدی بهتون میگم میتونید از محصولاتتون عکس برداری کنید، خیلی هم عالی و جذاب. پس عکس برداری از محصول خیلی مهمه. ندید یه عکس همینطور الکی با گوشی بگیرید رو هوا بیاین بزنید رو سایت، بعد انتظار داشته باشید مشتری بهتون اعتماد کنه. عکس باید اصولی باشه. معمولاً عکسای محصول باید پس زمینش سفید باشه، ولی توی گالری عکسای جذاب‌تر هم میتونه باشه. مثلا فرض کنید یه موتور رو خواستین بفروشین، 2-3 تا عکس اولش پس زمینه سفید باشه، کاربر بتونه ارتباط برقرار بکنه با اون خود موتور. ولی یه 2 تا عکس هم تو طبیعت اون موتور رو بذارید بعدن که کاربر جذب اون ظاهرش بشه. نکته بعدی تولید محتوای محصولتون هست. باید بدونید دوستان عزیزم، دقت کنید، طراحی سایتی که شما دارید انجام میدید فقط چند درصد از کاره. اگه قرار باشه شما محصول رو همینطور منتشر کنید، مثل اینکه بچه‌ها من یه دوستی داشتم عزیزان، ما در واقع این دوستمون حالا فکر کنم این ویدیو هم رو ببینه، گفتیم آقا برو محصولات رو بذار تو سایت. فرداش اومد گفت محصولات تموم شد. گفتم آقا چطور 300 تا محصول رو گذاشتی تو سایت؟ بعد متوجه شدیم که فقط یه عکس گذاشتن، یه عنوان، یه دسته‌بندی، تمام. آخه این که نشد SEO، اینجوری که سایت به درآمد نمیرسه، اینجوری که اصلا هیچ محصولی از شما تو گوگل بالا نمیاد. شما برای هر محصولتون حداقل 1000 تا 2000 تا باید محتوا، 2000 کلمه محتوا بنویسید. محتوا نوشتنه که به یک صفحه ارزش میده، اونم نه محتوای الکی، محتوای ترجمه و مستقیم یکی بره تو سایت های خارجی بیاد بزنه ترجمه بعد بیاد بذاره تو سایتش. اینا رو گوگل میفهمه دوستان. محتوا باید اصولی باشه، درست باشه، قشنگ برای محصولات محتوا بنویسید تا این دفعه گوگل بیاد و چیکار بکنه، به سایت شما ارزش بده. و معمولا دوستان دقت کنید، این خیلی نکته مهمیه میخوام بگم، معمولا دوستان کسایی که سایت های خوب میسازن یه 150 تا 200 تا، حالا اگه محصولاتتون 5 تا شما باید برید 150 تا مقاله بذارید تو سایتتون. اگر هم محصول دارید 200 تا که هیچی، مقاله هم بذارید، محصول هم بذارید. کلا باید برای سایتتون مقاله بذارید که گوگل بدونه شما فعالید. کسانی که دقت کنید
معمولا 150 تا 200 تا محتوای عالی منتشر میکنن. معمولا دوستان یه روز از خواب بیدار میشن با تماس مشتری که یه محصول رو خریده و کسانی هم که همجور رو هوا فقط میرن محصول میذارن به امید اینکه یه روزی به فروش برسه، اینا توهمه و عملا به فروش نخواهد رسید. حالا یه نکته خیلی مهم دوستان عزیزم دقت کنید، خیلی برای من دایرکت میاد، لطفا دیگه بعد از دیدن این ویدیو دایرکت نفرستید، کامنت هم نذارید. چرا؟ سوالاتی که میاد اینه آقای جبین پور چیکار کنیم؟ من میخوام برم از اون سایت، من میرم از سایت فلان محتوا ور میذارم تو گوگل ترنسلیت، بعد ترجمه میشه، دوباره میرم میذارم تو ترنسلیت بینگ، بعد تو 3 تا موتور جستجو نمیدونم 3 تا موتور ترجمه قرار میدم، میذارم تو سایت خودم. آیا از نظر سئو درسته؟ آقا جان چرا این سوالا اینقدر زیاد میپرسی؟ عزیز من این سوالا نپرس، خواهش میکنم تو دایرکت نپرس. محتوا رو باید درست ایجاد بکنین. 3 تا راه داره. اگه وقتشو داری و نویسنده خوبی هستی، بشین 1000 تا 2000 کلمه محتوای خوب بنویس. تو ویدیو بعدی هم، یعنی 2 تا ویدیو بعد بهت میگم چطور محتوای سئو شده بنویسی. یه محتوای سئو شده چجوریه خب بهتون نشون میدم. ولی میخوام بگم اگه خودت وقت داری که بشین بنویس و دستت هم درد نکنه، چیزایی هم که من میگم تو ویدیوهای بعدی برای بحث سئو، یعنی یه محصول خوب، رعایت کن. اگه خودت به هر دلیلی نمیتونی، که طراح سایت نمیتونه محتوا نویس باشه دوستان، شما طراح سایت نمیتونی محتوا نویس باشی عزیز من، چون وقتشو نداری. تمرکز هیچ کس انقدر زیاد نیست که همه کاری رو بتونه با هم انجام بده. پس اگه خودت نمیتونی به هر دلیلی، باید یه نفر رو استخدام کنی تو کارت وارد باشه، بهش یاد بدی، بعد بشینه محتوا بنویسه. اون یه نفرم پسر خاله و پسر عمه و اینا نمیشن ها. یه نویسنده، یه کسی که انشاش خوب باشه استخدام کن، بذار توی مجموعه یا علی شروع کن به کار کردن. حالا حتما هم لازم نیست تو مجموعت باشه، میتونه دورکاری هم اگه مثلا میشناسه کار شما رو انجام بده. و در نهایت ما یه سایتی داریم، میدونید ما 7-8 تا کسب و کار داریم. یکی از سایت های ما در حوزه تبلیغات که کسب و کار خیلی بزرگ و در واقع عظیمی شده، نت بازده هست. نت بازده ما دوستان تولید محتوا رو، خدماتش رو ارائه میده. شما میتونید اونجا میزان کلماتی که میخواین با موضوع و نکات دیگه، مثلا بروشور از محصولتون اگه دارین اونجا ارائه بدین، نویسنده ما میاد مطالعه میکنه، اون رو به یه محتوا تبدیل میکنه. شما میبرید میذارید تو صفحه محصولتون و کیفش رو میبرید و با هزینه خیلی مناسبی هم محتوا بچهای ما تولید میکنن. دقت کنید دوستان، اگر توی نت بازه خواستین محتوا سفارش بدین، یه دونه سفارش بدین، تست کنید ببینید قدرت بچهای ما چجوریه. بعدم نکته دیگه هم بگم بچه‌ها، ما در 12 نفر نویسنده ماهر داریم. حالا الان در 12 نفر، شاید اون موقع 50 نفر باشن. نویسنده های عزیز ما دوستان، این محتوایی که شما میخرید، ببین نویسنده چقدر باید بشینه کلمه به کلمه محتوا بنویسه. پولش تو جیب من نمیره همش دوستان عزیزم که من بخوام تخفیف بدم یا هر چیز دیگه. نه، محتوا دوستان پولش مستقیم میره توی جیب نویسنده. اینو به همین صراحت و صادقانه میگم که اگر احتمالا شما محتوا از نتباز سفارش دادین، کمک کردین در کارآفرینی چندین نفر و خب برکتش هم انشالله میاد تو کارتون. بنابراین بحث تولید محتوا رو دست کم نگیرید دوستان عزیزم لطفاً. یه نکته دیگه هم بگم، بازم حالا توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم که آره اونم میذارم ویدیو بعدی. خب نکته بعدی برای محصول جلب اعتماد مشتریه. شما باید محصولتون رو جوری در واقع طراحی بکنید، هم صفحه‌شو هم خودشو، که اعتماد مشتری رو جلب بکنید. مخصوصا تو سایتتون نظرات مشتریان رو قرار بدید. اوایل که مثلا فلان مشتری خرید اینو گفت، واقعیت هم همینه دیگه. از مشتریانتون نظر بخواید و نظرشون رو به اسم خودشون و عکس خودشون بذارید تو سایت. ولی کلاً استاندارد بودن طراحی یک سایت تو اعتمادزایی کاربر مهمه. گفتیم دوستان اگر بلد نیستی سایت طراحی کنی، سایت همینطور الکی طراحی کردن به فروش نمیرسه. یا برو سایت آماده انتخاب کن، تهیه کن از سایت ما، یا توی سایت طراحی ما
در واقع تو همون منوی خدمات بری نوشته طراحی سایت، یا برو اونجا درخواست طراحی اختصاصی بده. در کل اگر نمیتونی میخوام بگم که یه کاری کن برنده باشی. حالا با یه چندرغاز پول قرار نیست که کسی برشکسته بشه در واقع. نکته بعدی مشتری مداری و بازاریابی ویروسیه. بهترین راه تبلیغات اینه که شما یه کاری کنید که افراد شما رو به همدیگه پیشنهاد کنن و کالاتون رو که میخرن یه جوری نباشه بگه آقا این فروشنده پول پرست پولو گرفت محصول فرستاد و رفت. آقا زنگ بزن، 10 روز بعد زنگ بزن، همون لحظه خرید زنگ بزن، یه ماه بعد زنگ بزن، نظرسنجی کن، تشکر کن از خرید اون طرف، کلی کار انجام بده تا بتونی اعتمادش رو به دست بیاری. عزیز من فکر نکن یه فروش انجام دادی تموم شد رفت. نکته بعدی پشتیبانی سریع و مناسبه. کلا افراد تو حوزه اینترنت وقتی چیزی رو میخرن عجولن، سعی کنید سریع به دادشون برسید. و در نهایت محتوای عالی برای جلب اعتماد. محتوای سایت شما نشون میده چقدر برای سایتتون ارزش قائلین. من وقتی میرم تو سایت یه سایت خرید کنم نگاه میکنم دوستان به ظاهرش، ببینم اصلا طرف حال داشته چی بنویسه برای محصولش و خیلی مسائل دیگه. نکته بعدی تولید ویدیو برای محصوله. دوستان اگر شما برای محصولاتتون ویدیو تولید کنید خیلی جلوترین و جذابتره. مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعیتون میتونید همون ویدیو رو بذارید و اینکه توی صفحه محصول هم ویدیو بذارید. اگر محصولی دارید که آنباکس کردنش به درد میخوره آنباکس کنید، ویدیو بگیرید بذارید. خیلی هم لازم نیست هنوز برای شروع کار برید دوربین 500 میلیونی بخرید و نمیدونم کارهای عجیب غریب انجام. نه بابا لازم نیست. یه نور خوب، یه میز خوب، دوربین گوشی رو بذارید وسط، یه فیلم بگیرید در مورد محصولتون، شروع کنید با لباس آراسته، با چهره آراسته، با کیفیت خوب، لهجه خوب، درست یه فیلم خوب بگیرید مثل همین عکسی که اینجا گذاشتم، بذارید برای مشتریاتون بدونن این محصول چیه، بدونن یکی هست که پیگیر این محصوله، بدونن میشه به این سایت اعتماد کرد. پس خودتون یا یکی از نزدیکانتون رو بفرستید جلو دوربین، ویدیو بگیرید و به عنوان آنباکس یا حالا توضیحات بذارید توی سایتتون و با قدرت بفروشید. نکته بعدی، تو یکی از چیزهای دیگه‌ای که تو سایت ها هست، یعنی تو سایت های فروشگاهی رعایت میشه، محصولات مرتبطه. کاربر وقتی مثلا میاد سرچ میکنه تلویزیون، یه تلویزیون رو اینجا میاره، میخواد تلویزیون های دیگه هم ببینه، این پایین میاد و این محصولات مرتبط هم خیلی خوبه و شما حتما سعی بکنید توی سایتتون محصولات مرتبط هم این پایین باشه که حالا بعداً توی طراحی میگیم چطور محصولات مرتبط رو نشون بدید. و از نظر سئو هم میدونید لینک های داخلی ایجاد میکنه سایت شما و این باعث میشه که در واقع سئو شما بهبود پیدا کنه و فروشتون هم رو دوستان افزایش میده. این هم از یه فلسفه ای که میخواستیم در مورد صفحه محصول بگیم. نکته بعدی، چیز دیگه ای که داریم دوستان دسته‌بندی ها هست. از همین الان قبل از اینکه شما فروشگاهتون رو راه بندازین بشینید دسته‌بندی مشخص کنید. مثلا بگید محصولات ما اینا و اینا و اینا هستن، دسته‌بندیاش ایناست، زیر دسته‌های اینا، دوباره اینا. قشنگ توی یه اتاق ساکت بشینید فکر کنید و دسته‌بندی درست حسابی ایجاد کنید. دسته‌بندی‌ها تو سئو خیلی مهمن. دسته‌بندی‌ها توی فروش خیلی تاثیر دارن دوستان. هر چقدر شما به این جزئیات بها بدید موفق ترید. و میخوام بهتون بگم که برای اینکه اینم میخواستم بگم هر محصولی رو تو چند تا دسته‌بندی هم میتونید بذارید. یعنی مثلا یه محصول فرض بکنید خاص میتونه تو چند تا دسته‌بندی هم حضور داشته باشه، اشکالی نداره. گفتم توی سئو خیلی موثره. یه نکته‌ای میخوام بهتون بگم از نظر تجربی دوستان، پیچیده ترین مشکلات من در طول کسب و کار و زندگی با یک اتاق پر از سکوت حل شده. ماها فکر میکنیم ولی فکر کردن تو خیابون فایده نداره، فکر کردن سر کار مردم فایده نداره، فکر کردن تو اداره فایده نداره. ما میریم سر کار، میریم توی کسب و کار مردم، میریم توی اداره، فرض بکنید جایی که استخدام شدیم حقوق میگیریم، میشینیم در مورد کسب و کارمون فکر میکنیم. خب این دوستان کار رو از همین الان از یک حالت حلال خارج میکنه. آقا
این فکر کردن ها فایده نداره. برید توی اتاقی یه جایی تنها بشید، بشینید فکر کنید. یک خودکار بردار، یه دفترچه، یه کاغذ بردار، بشین فکر کن. بهت قول میدم راهشو پیدا میکنی. برای همینه میگن 1 دقیقه فکر کردن بهتر از 70 سال عبادته. به خاطر اینکه خیلی از ماها نمیدونیم چقدر فکر کردن خوبه. این فکر کردنای تو اتاق و ببخشید میگم توی رو مبل و نمیدونم تلویزیون روشن و کنار خانواده و این ور و اون ور با دوستان، این فکر کردن ها هیچ فایده ای نداره. باید بری تو اتاق قشنگ تو سکوت نیم ساعت 1 ساعت بشینی فکر کنی برای مشکلاتت، برای مسائلت. به خدا راه حلش میاد، به خدا بهترین راه حل میاد. ماها فکر نمی کنیم دوستان عزیزم و این بزرگترین مشکل آدمای ضعیف و فقیره که قشنگ نمیشینن فکر کنن. پس من میخوام بهتون بگم که این کارهای سایتتون هم با فکر ببرید جلو. این دسته‌بندی ها واقعا نیاز به یه سکوت داره، نه اینکه رو هوا شما برید تو سایت یه دسته‌بندی، خب دسته‌بندی فلان 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 همینجا الکی اضافه کنید. این فایده ای نداره. باید بشینید فکر کنید، حساب کتاب کنید، قشنگ تر و تمیز دسته‌بندی ایجاد بکنید دوستان عزیزم. اینم از این. خب دیگه نکته خاصی فعلا مد نظرم نیست که بهتون بگم. این از فلسفه محصول بود. کلا خواستم بگم که یا آشناییتی ایجاد بشه براتون. الان توی جلسات بعدی بازم میریم سراغ این که فنی محصول رو قرار بدیم یه محصول بی‌نظیر رو سایتمون اضافه بکنیم و بعد این دفعه طراحی سایتمون رو بعد از محصول هی جلو ببریم. چون الان ما طراحی سایتمون نیاز به محصول داره. ما سایت فروشگاهی که نمیتونیم همش عکس بذاریم. ما الان محصول باید بچینیم تو صفحمون. برای همین توی این ویدیو، توی این فصل من اومدم و محصولات رو کامل براتون بگم، شروع کنیم به محصول گذاشتن و بریم ادامه طراحی سایتمون. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم تا جلسه بعدی. خدا نگهدارتون.